دوستان عزیز سلام، صفایی هستم از روستیک ماشین. امروز در خدمتتون هستم برای معرفی و تست اره شارژی 6 اینچ زوم. برند زوم ساخت چین هستش و تحت لیسانس کانادا تولید میشه. برند فوق‌العاده پیشرویی هست، طراحی‌های منحصر فرد و زیبایی داره، مثل همین اره که فوق‌العاده زیبا و مدرن طراحی شده. خدمتتون بگم که برند زوم از موتورهای براشلس بهره منده، موتورهایی که قطعه زغال دیگه در اونها حذف شده و با بردهای الکترونیکی جایگزین شده. به همین دلیل استحکاک در موتور دستگاه وجود نداره. استحکاک معمول زغال با موتور دستگاه دیگه حذف شده و شما در طی زمان طولانی برشکاری کمتر با مشکل داغ شدن موتور دستگاه مواجه میشید. به همین دلیل میتونید شاخه‌های قطور رو به راحتی باهاش برش بدین. اره 6 اینچی زوم با طول ساتوری 20 سانت هستش و قسمت کارگیر مفید تیغه 15 سانته، طول کلی ساتوری 20 سانته که شما به راحتی میتونید شاخه‌های تا قطر 15 سانت رو باهاش بزنین و حتی شاخه‌های قطورتر رو هم میتونید به صورت دوربری انجام بدید و برشش رو صورت بدین. میخوایم تستش بکنیم، اره رو ببینیم قدرت و سرعت برشش چطوره. معمولا اینجور اره برای کارهای در واقع هرس، توی فصل هرس برش شاخه‌های اضافی درخت بیشتر به کار گرفته میشه. اره این رو اضافه بکنم که اره فوق‌العاده سبک و خوش‌دستی هستش که برای اره شارژی هرس خیلی این موضوع حائز اهمیت است که اره سبک باشه و طی مدت زمان طولانی دست شما رو خسته نکنه. معمولا باغدارایی که این اره رو استفاده میکنن باغدارای بزرگ هستن. خب بریم یه تست داشته باشیم. اول با شاخه‌های قطر کمتر شروع میکنیم و در ادامه شاخه‌های قطورتر یعنی تنه‌های قطورتر رو تست میکنیم، ببینیم چطور هست قدرت و سرعتش. ابتدا از این شاخه شروع میکنیم، شاخه‌ای که خیلی معمول و مرسوم هست در زمان هرس برش یه همچین قطر شاخه‌ای. ببینید 8 سانتی متر هست قطر این شاخه و ما میخوایم ببینیم که با چه سرعت و در چه زمانی این برش رو انجام میده. شروع میکنیم. ببینید به راحتی هرچه تمامتر شما میتونید یه شاخه 8 سانتی رو با این دستگاه برش بدین در مدت زمان خیلی کوتاهی. خب حالا میریم سراغ قابلیت دوم که برش تنه هایی هستش تا قطر 15 سانت. خب دوستان میخوایم الان یه تنه درخت 15 سانتی رو با قطر 15 سانت رو برش بزنیم. اول متر میزنیم، ملاحظه بکنین دقیقاً 15 سانت هستش. خب برش رو شروع میکنیم، ببینیم اره چطور از پس این کار برمیاد.